خیلی گفتم گروه های زیاد در ماه رمضان برای ختم پیدا می شوند. دوستان نزدیکی ما زیاد پیدا می شوند که بیا با هم ختم کنیم، تو بخوان من گوش کنم، یا خودمون به خود وظیفه می گذاریم که 2 بار ختم می کنم، 1 بار ختم می کنم، 3 بار ختم می کنم. رمضان که گذشت تقریبا طول سال آنهایی که قرآن را ختم میکنند خیلی کم هستند. آنهایی که بگویند ختم قرآن من در غیر رمضان هم با من هست. من هر روز برای خود وظیفه کردم که 2 ورق 3 ورق، حتمی نیست 1 پاره بخونید مثل رمضان، 1 حزب، 1 جزء مخصوص پیامبر ورد مخصوص از قرآن داشتن که همیشه میخوندن. پس خواندن قرآن رو هم، ختم قرآن رو هم نباید فقط در رمضان خونیم. آره رمضان ماه قرآن است، اما قرآن برای هر روز و هر دقیقه و عمر ما می باشد. نباید ختم ما فقط در رمضان باشد. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، امر پروردگار است که